فکر میکنی گلسار رو میشناسی؟ فکر میکنی همه نورها و آدمها و صداهای شب رو شنیدی؟ اما چیزی که من دیدم چیزیه که فقط وقتی توی خیابون قدم میزنی میفهمی. بهت اجازه میده ببینی، بشنوی، حس کنی و باور کن حتی یه لحظه هم نمیخوای چشماتو ببندی. نورهای خیس روی آسفالت، انعکاس چراغ‌ها روی ویترین‌ها، صدای موزیک و همهمه مردم، هر جزئیات یه قصه است، یه راز که منتظر کشفش کنی. میخوای بدونی اون حس زندگی، اون جادوی ملایم شب چطور با هر قدم قلبت رو قلقلک میده؟ چطور یه نگاه کوتاه از کنار آدم‌ها یه حس تازه توی وجودت میکاره؟ چطور هر ویترین، هر نور، هر عطر توی هوا یه داستان کوتاه، یه تجربه کوچیک اما پررنگ میسازه؟ این شب فقط یه شب معمولی نیست. هر گوشش، هر صدای دور و نزدیک، هر حرکت مردم یه دعوت به تجربه است، یه وسوسه برای اینکه بیشتر ببینی، بیشتر حس کنی، بیشتر بخوای. پس با من بیا، قدم بزن، نگاه کن، گوش بده و تا آخر این شب تجربه کن، چون اینجا هر لحظه پر از شگفتیه. هر قدم قلبتو آروم قلقلک میده تا وقتی دوباره نگاه میکنی، وقتی میخوای دوباره و دوباره برگردی. از همون لحظه اول صدای گیتار فرشاد مثل نخی از طلا توی هوای شب تنیده میشه. هر زخمه انگشتاش روی سیم یه موج آروم میفرسته سمت خیابون. حامد با صدای گرمش سیمین بری رو میخونه و گلسار با هر نوت بیدارتر میشه. نور مغازه ها روی آسفالت خیس برق میزنه مثل انعکاس ستاره ها روی زمین. مردم رد میشن، بعضیا فقط گوش میدن، بعضیا لبخند میزنن. یکی پولی میذاره تو جعبه گیتار و اون دوتا نوازنده بدون توقف ادامه میدن، انگار دارن با دل شب حرف میزنن، نه با آدم ها. از دور من نزدیکتر میشم، باد خنک شب روی صورتم میلغزه. صدای شهر و موسیقی با هم قاطی میشن و اون لحظه همه چیز یه جور خاصی آرومه، اما درونش پر از تپش.
شروع میکنم به قدم زدن از ابتدای خیابون اصلی. خیابون زنده است، مثل رگی که خون زندگی ازش میگذره. نور کافه ها، عطر قهوه، صدای خنده ها، بوی عطرهای مختلف که توی هوا پخش شده. یه ترکیب دلبرانه از شیک بودن و بیخیالی. اینجا گلساره، بالا شهر رشت، جایی که حتی باد هم با کلاسه. خانوما با استایل های پاییزیشون، با پالتوهای سبک، بوت های بلند، کیف های شیک، نگاهشون پر از اعتماد به نفسه. دیگه از لباس‌های تابستونی خبری نیست، اما جذابیتشون اون همیشه هست. یه جور گرمای خاموش زیر هوای خنک شب. از کنار بوتیک ها رد میشم. ویترینا برق میزنن از نور و رنگ. طلا، ساعت، عطر، گل. هر مغازه یه قصه است، یه وسوسه کوچیک. کافه ها پر از صدای موزیک و همهمه. جای یه دختر با صدای آروم میخنده. یه جای دیگه یکی سیگارشو خاموش میکنه و به خیابون نگاه میکنه، مثل کسی که داره فکر میکنه. زمین هنوز خیس از نم بارون. نور چراغ‌ها رو منعکس میکنه و هر قدمی که برمیدارم یه صدای نرم و ریز از زیر کفشام بلند میشه. یه جور ملودی بی کلام همراه با صدای قلب شهر. دخترهای جوان با کت‌های فیت، موهای باز از کنارم رد میشن. پسرهای شیک پوش، خنده‌رو، زوجهایی که دست همو گرفتن و توی سرمای ملایم شب گرمای خودشونو دارن. گلسار یه جور خاصی نفس میکشه، نه شلوغ نه خلوت. یه تعادل ظریف بین زندگی و سکوت. هر رهگذر یه تیکه از قصه است و من وسط این قصه ها فقط نگاه میکنم. اگه حس کردی با من توی این شب گلسار همراه شدی، اگه اون لحظه های نور و موسیقی قلبت رو هم قلقلک داد، پس یه لایک شیرین بذار تا بدونم با همی.
حالا میخوام بدونم توی این شب تو خیابونها چه چیزی بیشتر توجهتو گرفت؟ اون نورهای خیس، ویترینها یا حس زندگی بین آدمها؟ پایین کامنت کن، میخوام باهات حرف بزنم. آب معدنی دماش معلوم اگه دوست داری همیشه با من توی شبای گلسار و خیابونای خاص همراه باشی و هیچ لحظه ای از این حس ها رو از دست ندی، پس حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و بیا تو جمع خودمون. به آخر خیابون که میرسم صداها آرومتر میشن. باد بین شاخه های درختها میپیچه. نورها کمتر میشن. می ایستم. یه لحظه فقط سکوت. نفس عمیق. هوای خنک و بوی خاک خیس. برمیگردم به نقطه اول از همون راهی که اومده بودم، اما حس میکنم گلسار منو توی خودش نگه داشته. یه جادوی آروم که نمیذاره دل بکنی.
میدونم دوباره برمیگردم، چون بعضی شبها فقط یه بار تجربه نمیشن. باید برگردی تا دوباره لمسشون کنی.